مولوی محمد علی فیض محمد یکی از سابقه‌داران و رهبران حزب فعلا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی روز 26 ایول سال 2024 در سن 65 در محبس وفات کرده است. بنا به اطلاع دریافتی پایگاه خبری بامداد، قبل از وفاتش هر دو پایه‌های محمد علی فیض محمد به دلیل خروج بیماری قندش از کار مانده بود. محمد علی فیض محمد ماه سپتامبر سال 2015 همراه با 12 تن از رهبران و فعالان دیگر حزب نهضت اسلامی دستگیر و به 23 سال زندان محکوم شده بود. او چند سال اول حکمش را در محبس رقم 1 در کنار بازداشتگاه رقم 1 شهر دوشنبه سپری کرده، بعد بنیاد محبس نو در کنار شهر وحدت به آنجا کوچانده شد. محمد علی فیض محمد از بیماری قند اذیت میکشید و در بهار سال 2023 به این دلیل او را یک مدت برای طبابت از بیمارستان زندان به پایتخت به مرکز طبی شفابخش انتقال داده بودند. بعد انجام طبابت محمد علی فیض محمد دیگر باره به محبس نو وحدت آورده شد و در بیمارستان محبس تحت معاینه طبیبان قرار داشت. رهبران حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که اولو در خارج از تاجیکستان فعالیت دارند، محمد علی فیض محمد و باقی اعضای زندان شده حزب نهضت را مبعوثان سیاسی عنوان کرده میگویند که آنها بی اساس و با دلیل‌های صرف سیاسی محکوم به سال‌های طولانی زندان شدند. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و دیگر تشکل‌های مخالفین تاجیک همین طور چندین بار از محروم بودن مبعوثان سیاسی با شمول محمد علی فیض محمد از دسترسی به نگاهبین طبی اظهار نگرانی کرده از سازمان‌های حامی حقوق تقاضا می‌کردند که تا نسبت به سرنوشت این مبعوثان بی توجه نباشند، زیرا به حیات و سلامتی آنها به دلیل نبودن نگاهبین طبی در زندان‌های تاجیکستان خطر جدی از جمله خطر مرگ تهدید می‌کند. محمد علی فیض محمد سال 1959 در ناحیه خوولینگ در عائله روحانی تولد شده است. او معلومات ابتدایی دینی را در نزد پدرش و سپس در نزد دیگر دانشمندان دور از جمله مولوی محمد جان هندوستانی گرفته است. در اول سالهای 90 امام خطیب مسجد جامع ناحیه 5 بود. در همان آغاز سالهای 90 محمد علی فیض محمد به صف حزب نهضت اسلامی تاجیکستان پیوست. به یکی از یاران نزدیک اساسگذار این حزب و رهبر اتحاد مخالفین تاجیک سید عبدالله نوری تبدیل یافت. محمد علی فیض محمد عضو کمیسیون آشتی ملی و سال 1999 تا زمان بازداشتش در سال 2015 رئیس کمیسیون حساباتی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بود. او همچنین عضو شورای سیاسی و ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بود. او عائله‌دار و پدر یک فرزند بود. یک دختر محمد علی فیض محمد بخاری محمد جان نوری فرزند سید عبدالله نوری ازدواج کرده است. محمد جان نوری همراه اهل خانواده‌اش چندین سال باز در اروپا به سر میبرد.